اهی دودار جون چو کدی در فکر مون؟ هیچ نه اکا جان، یادی روزای گذشته را کردم. میگم اگر در وطن برف میزد ما با بچه ها بازی میکردیم، خرسندی میکردیم. اگر اوچه جان ندید بچه جان گفته فریاد میکرد هیچ خانه درو خونوک میخورید کسل میشوی. اکا جان میدونی عجایبش در چی بود؟ اگر ما نمیرفتیم اومده از دستانمون گرفته برده در نزدیک پیچکه گرم میشنون تا ما کسل نشویم. ولی اکا این قسمت رو بین که در ملک غریبی در دست بیل ساعتها در تای برف و باران کار میکنیم. اقلا یک بارم صدای اوچه جان به گوشمون نمیرسد. آخه من صدقه شوم دلی نرم خانه گرمی اوچه من. صد افسوس.